اینو هر بار که نگاش میکنم حس میکنم دارم اشتباه میبینم. یه ساعت مکانیکی توربیوندار تو ضخامت کمتر از یه سکه و اصلا چیز عجیبی هم نیست که حدود 10 میلیارد تومان قیمتشه. اینجا یه معجزه اتفاق افتاده و برای درک این معجزه باید بدونی که این ساعت باتری نداره و با دست کوک میشه، ولی چون بدنش فقط 2 میلیمتره جا نبود تا براش سرکوک بذارن. پس پیاژه یه ابزار مخصوص ساخته که از کنار قابش داخل میره و اون فنر رو کوک میکنه. یه فنر که از مو باریکتر و 35 ساعت ذخیره انرژی میکنه. بعد اون انرژی از طریق یه قطار چرخنده میکروسکوپی انتقال داده میشه تا به قلب ساعت برسه، جایی که ارگان تنظیمگر با نوسان 28800 بار در هر ساعت میتپه تا زمان رو تقسیم کنه. این ارگان حدود 30 قطعه مینیاتوری و فلزیه که کلش فقط 37 صدم گرم وزن داره. حالا حساب کنید کلشو گذاشتن در یک قفسی به اسم توربیونی که از بالا نگهدارنده نداره و از زیر روی بلبورینگ ها میچرخه و برای همینه که انگار رو هوا معلقه و اثر منفی جاذبه رو داره از بین میبره. کل این سازوکار تشکیل شده از قفس تیتانیومی، بالانس و اجزای تنظیمگرش، انکر، چرخ فرار، چرخدنده محیطی، بلبورینگ ها و ریسپیچ ها که خود اینا فقط 4 میلیمتر فضا میخوان تا بچرخن، ولی پیاژه همه اینا رو تو ساعتی جا داده که فقط 2 میلیمتر ضخامت کلشه. حالا عقربه ها، صفحه، نشانگرها و کریستال محافظ یاقوتی هم بهش اضافه کنید و همه اینا در فضای کمتر از یک سکه. داریم از یک کهکشان مکانیکی دقیق صحبت میکنیم که بدون کوچکترین ارتباط با محیط بیرونش تبدیل به ماشین زمان میشه، جایی که مهندسی معجزه میکنه و این مهندسی قابل ستایشه.